مربی‌ها رو توی دنیا با جام‌هایی که به دست میارن نمیشناسن، با چیزی که به فوتبال اضافه میکنن میشناسن. این صحبت‌های کسیه که خیلی به جایگاهش تو کشور ما میاد. چرا میگم به جایگاهش میاد؟ مسیر رو یاد گرفته، مسیر رو درست داره انتخاب میکنه که من باید از اون مدیر بالاسریم حمایت کنم، ازش دفاع کنم، هرچی میگه بگم درسته، بهش القا کنم که گواردیولاست و اون پاداشه رو بگیرم. یک روزه بشم سرمربی تیم لیگ برتری، یک روزه به کادر فنی تیم لیگ برتری اضافه بشم، 4 تا کلمه انگلیسی رو بیارم همونو توی برنامه تلویزیونی برم دفاع کنم، به عنوان سخنگو حرف بزنم. این آدما تو کشور ما خیلی جایگاهشون درسته، چون خودشونم میدونن نه توانایی دارن نه کاری کردن، بلکه تمام قدرتشون از نون بازوشون نیست، از نون